سرخط مهمترین خبرها: سفر مقامداران بلندپایه به ولایت مختار کوهستان بدخشان، مقامداران روسیه از زیاد شدن جنایتکاری در میان مهاجران گفتند و پاسخ به سوال شما درباره برنامه چه گپ. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 7 ایون سال 2024 است. گروه از مقامداران بلندپایه تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کردند. یک منبع رادیوی آزادی روز 6 ایون گفت یوسف رحمان دادستان کل، شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی و شیرعلی میرزا وزیر دفاع کشور به بدخشان سفر کردند و احتمال امروز با ساکنان جماعت یزدغلامی ناحیه ونج صحبت کنند. به گفته منبع موضوع اساسی ملاقات بازداشت‌ها و حادثه‌های اخیر در جماعت یزدغلام است. روز 16 می امسال مقامات امنیتی تاجیکستان بیش از 30 ساکن جماعت یزدغلام ونج را برای آمادگی بر خرابکاری بازداشت کردند. مقامات رسما بازداشت گروه از ساکنان ونج را شرح ندادند، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند برخی بازداشت شده ها در همکاری با گروه های تندرو در آن سوی مرز گمان بر هستند. یک منبع دیگری رادیوی آزادی خبر داد که هفته گذشته 4 جوان دیگری یزدغلامی را از سنت پترزبورگ روسیه به تاجیکستان استرداد کردند و حالا آنها در بازداشت هستند. همصحبتان رادیوی آزادی استرداد آنها را به بازداشت‌های اخیر در ونج ربط می‌دهند. نزدیکان افراد بازداشت شده از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند و هیچ شرحی در این باره ندادند. رادیوی آزادی اسم 19 تن از بازداشت شده ها را مشخص کرد که چند نفرشان نسب‌های شبیه هم دارند و ظاهراً از یک خانواده اند. یک مقامدار محلی در ونج روز 5 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت برخی بازداشت شده ها از افغانستان به یزدغلام آمده بودند و بر اساس خبرهایی که او شنیده است گویا در کوه‌ها سلاح پنهان کردند. او برای اثبات این حرفش هیچ دلیل پیشنهاد نکرد. بینندگان عزیز، با رسیدن تفصیلات بیشتر شما را در جریان میگذاریم. حالا می رویم به روسیه. مقامات این کشور میگن که امسال قانونشکنی در میان مهاجران نظر به سال گذشته زیادتر شده است. آنا میسیور و معاون سردار ریاست نظارت مسائل های مهاجرت در شورای فدراسیون گفته است که در 3 ماه اول سال جاری مهاجران 224,000 قانونشکنی و جنایت صادر کردند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 6% بیشتر است. مقامدار روسیه همچنین گفته است از سال 2020 به این طرف تعداد شهروندان خارجی در این کشور کم نشده است. طبق آمار پیشنهاد کرده آنا میسیور و فعلا در روسیه 6.5 میلیون شهروند خارجی قرار دارند، اما مقامدار روس نگفت که بیشتری آنها شهروندان کدام کشورها هستند. روسیه میزبان هزارها مهاجر از تاجیکستان نیز هست. مقامات روسیه بارها از قانونشکنی مهاجران ناراضگی کرده 10 نفر آنها را اخراج کردند، اما بعضی مهاجران این حرفها را قبول ندارند و میگویند حتی در حالت درست بودن سندها و یا با قانونشکنی های خرد آنها را از روسیه اخراج میکنند. با گفته مهاجران، تفتیش و اذیت و اخراج مهاجران از روسیه بعد حمله به کراکر سیتی هال زیادتر شد. بینندگان عزیز، شما درباره برنامه موبیلی چه گپ از شرکت تیسل از ما پرسیدید. ما صبح امروز برای پاسخ گرفتن به سوالهای شما به شرکت تیسل زنگ زدیم. در شرکت تصدیق کردند که برنامه چه گپ از کار مانده است و متخصصان برای برطرف کردن مشکل کار کرده ایستادند، اما مسئولین شرکت تیسل گفتند هنوز معلوم نیست که این برنامه کی دوباره به کار می‌دارد. از ضمیمه موبیلی چه گپ اکثرا مهاجران کاری و تاجیکانی که در خارج تحصیل دارند استفاده می‌کنند. با فرا رسیدن فصل تابستان موسم سیاحت در جهان آغاز می شود. آدمان تلاش می کنند در روزهای گرمترین سال مکان استراحتی خوب پیدا کنند. مردم در تاجیکستان در این فصل گرما برای استراحت به کجا می روند؟ آیا ساکنان برای این گونه سفرها مبلغ دارند؟ ما همین سوالها را از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم. برای دمگیری کجا میره در تابستان در گرمی ها؟ وطن، فیض‌آباد، سالقین، بودوی توزه، چکری، تورون، اوکروب، گشنیج، سیالاف، گوشت بره. خارجه اگر نداره؟ خارجه پول نیست. پول بی پول میبرن. نه؟ چند پول در کار خارجه دار؟ خارجه کجا رفتن در کار؟ مثلا بعضی ترکیه میرن، بعضی دبی میرن. همین تاجیکستان تمام جهان خوبه. همین تاجیکستانی موقع تمام جهان بهتره برای استراحت. اگر شما پول داشته باشید کجا میره خارجه؟ ما پول داشته باشم خونه خدا میرم. زیارت. جای مقدس. یه سالی میرم جای چایکوه. میدونی اونجا؟ بیت المقدس. بیت المقدس. انا اونجا رفتم زیارت کردم، زیارت کردم. جای تاریخی ده. نه.
самарқанд рафтан дар кор, бухоро рафтан дар кор. Ана ҷои таърихӣ да ҷои Ленинград рафтан дар кор, исторически места, ҷои таърихӣ. Агар пул набошад ҷои туйсун беҳтарин ҷой аҷра. Беҳтарин отдих мегирем Исроил мувофиқи киса. اون شناسا خشتبار میرون خارج دمگیری یا نه؟ میرون. کجا مثال؟ دبی میرن، ترکیه میرن. تمام. شما نیت رفتن نداری؟ نه. بابشه همین تاجیکستان باشم. خب همین تاجیکستان بهترین جای کجا بریم؟ یگو کشور خارجی نرفتیم. کشور خارجی رفتیم گروزیا. آذربایجان بهتر. امسال نیت کجا رفتن دارید؟ امسال نیت افغانستان ممکن داشته باشم. افغانستان وطن خود ما. سال گذشته کجا می رفتید؟ سال گذشته گروزیا می رفتم یا آذربایجان. اروپا بهتر است، خیلی ویزا کم یک مشکلات. گرمانیا، گلندیا همجا. من شخصا خودم به نزدیکی از امریکا اومدم. لیکن امسال با دعوای تاجیکستان بهت سلقین. خود دوشنبه بهترین جای است. لیکن اگر فرصت شود و اولم قطع کودکام نبیرم از خود امریکا اومدگی بهترین جای رامت است، ورزوب است. اگر نگاه کنم من 2 سال نبودم عضو دوشنبه بفکرم در جهان بهترین شهر است، از همه خوش‌روی‌ترین، مردمش خیلی آزاد. سرعت رفتن دارید؟ نه. چرا؟ این تابستان مثلا با اهل عائله کجا استراحت رفتنی هستی؟ ولی بنقشه نگرفتیم. بنقشه نگرفتیم. سال گذشته کجا می رفتید عادتا؟ سال گذشته تاشکند می رفتیم، روسیه می رفتیم. همین شهرها. در حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک مکتب در نوار غزه 10 نفر کشته شدند. اسرائیل گفته است نیروهای حماس و گروه جهادی اسلامی این مکتب را برای طرح‌ریزی و انجام حمله‌های بیرونه استفاده می‌کردند. گروه حماس این را رد کرده است. با گزارش BBC مکتبی که مورد حمله قرار گرفت زیر نظارت سازمان ملل و در اردوگاه گریزگان نصیرت در مرکز نوار غزه جایگیر بود. گروه حماس که در آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده است گفت در حمله اسرائیل به این مکتب تقریبا 40 نفر کشته شدند که یک قسمشان زنان و کودکان هستند. یک مقامدار سازمان ملل تعداد کشته شده ها را 35 نفر اعلام کرده است. ارتش اسرائیل میگوید در این مکتب 20 تا 30 نیروی حماس و گروه جهادی اسلامی جایگیر بودند. جنگ در نوار غزه 8 ماه باز ادامه دارد و تلاش‌های جامعه جهانی برای برقراری آتشبسی دائمی تا این دم بی نتیجه بوده است. در نتیجه برخورد 2 تراموای در شهر کیمیروو روسیه دست کم 102 کس آسیب دیده است. در میان آنها کودکان نیز هستند. یاور وزیر تندرستی روسیه الکسی کوزنتسوف گفت 78 تن از آسیب دیده ها در بیمارخانه بستری شدند. قبلا شهردار کیمیروو دیمیتری انسیموف خبر داده بود که یکی از آسیب دیده ها در بیمارستان جان باخته و از 3 تن دیگر وزنین گفته می شود. مقامات شهر مسیر حرکت تراموای های رقم 3 و رقم 10 را تغییر داده استفاده از آنها را رایگان کردند. به اطلاع شهرداری در محل حادثه اتوبوس های رایگان خدمت می رسانند. حادثه صبح 6 ایون رخ داد. بنا به فرضیه پیشکی ترمز یکی از تراموای ها از کار مانده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 7 ایون را فرا می گیرد.
مدهشترین جنایت ها بود که در پی خشونت درازمدت خانوادگی رخ داد و جامعه تاجیکستان را تکان داد. با حکم دادگاه سال 2019 شیرینف به 18 سال زندان محکوم شد. حاجی مراد قلندرов دانشجوی دانشگاه کشاورزی اوفا 7 ایون سال 2020 2 کودکی در دریای باشقردستان غرق شده را نجات داد و خود به آب رفت. در روسیه این کار جوان تاجیک را قهرمانی نامیدند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 تومان برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1066 تومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. خبرهای آخرین را در روزهای استراحت هم می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.